سلام دوستان، همونجور که در اینستاگرام قول داده بودم ویدیوی طولانی یوتیوب در ارتباط با حالا توصیه‌هایی که میشه برای مصاحبه کاری رو آماده کردم براتون. قبل از اینکه این 10 تا نکته رو بگم که حالا تو اینستا خلاصش گفته بودم، الان قرار شرح بدم این 10 تا نکته رو باز بکنم. 2 تا نکته رو بگم. اولا اینکه این محتوا عمومیه، یعنی شاید 5% در ارتباط با کسی باشه که مثلا تو آلمان میخواد کار پیدا بکنه یا حالا در اروپا و اون چیزی که مربوط به زبان آلمانی هستش یه ویدیوی مجزا میسازم و 95% این محتوا عمومیه، به درد هر کسی میخوره که در هر جایی میخواد بره سر کاری. سری حرفایی که بخش زیادش بدیهیه. آره، این نکته اول. نکته دومم این که خیلی گزارش کوتاهی بدم. من 250 بار اپلای کردم برای شغل در آلمان زمانی که اومدم اینجا، که این پروسه تقریبا 1 ماه خورده وقت گرفت و 2 هفته من جدی هر روز 5-6 ساعت وقت می‌ذاشتم و کل پروسش ولی 1 ماه و نیم اینا وقت گرفت. از 250 تا 245 تا نامه ردی گرفتم. از این نامه حالا آبزاگی یا لایده، حالا هر چی بهش میگن، که ببخشید میدونیم که شما خیلی انسان شایسته‌ای هستی و توانایی‌های شما مرزها رو جابجا کرده و فلان اینا، ولی متاسفانه ما باید به شما نه بگوییم و امیدوارم که شما رو ناامید نکرده باشیم و در دیگر عرصه ها موفق باشید و از اینجور حرفا. و خلاصه داستان که خب 250 منهای 245 میشه 5 تا دعوت به مصاحبه شدم که از اون 5 تا مصاحبه 2 تاش رو قبول شدم و 2 تا در واقع قرارداد کاری در واقع بهم تعارف شد که یکیشو گفتم آزمایشی میخوام بیام، رفتم خوشم نیومد. اون یکی شغلی شد که همین الان همونجا در لحظه ضبط این ویدیو همچنان اینجا شاغلم. خب بریم سراغ نکات. نکته اول این که پوشی و حول نباش، یعنی اینکه خودت رو نچپون توی اونجا و بخوای به هر قیمتی اون رو کار رو بگیری. من میدونم خیلی از شرایط شما رو درک میکنم، به خصوص خیلی از بچه‌ای که مهاجر هستن میخوان که به هر قیمتی شده اون کار رو دریافت کنم، ولی خب اوکی این کار رو بکن. یعنی میدونم به هر قیمت پرسی مهاجرت بعضی وقتا گره خورده به اون کاره، اوکی اینا رو همه رو درک میکنم، ولی به هر حال اون شخصی که داره با مصاحبه میکنه نباید این رو، یعنی خیلی تابلو نباید بکنه، نباید اینو خیلی حس بکنه. ببین کل مصاحبه کاری از جانب اونها در این خلاصه میشه که اونا میخوان یک شخصی که متناسب با اون اشتله حالا یا پوزیشن کاری، اون موقعیت شغلی، اون چیزی که آفر قرار بشه، دقیقاً یک آدم با ویژگی هایی که متناسب و برازنده اون پوزیشن هستش رو برگزینن. اونا فقط تو ذهنشون همین میچرخه، یعنی هم قبل شما با افرادی مصاحبه کردن، بعد شما با افرادی مصاحبه خواهند کرد و در بین افراد نگاه میکنن کی مناسب تره. حالا دیگه چیزایی که تو میخوای فکر بکنی، تو چه شکلی هستی، نمیدونم بک‌گراند تحصیلی چیه اینا فقط یه خطکش وجود داره، چقدر تو متناسبی. من اتفاقا خیلی جالبه که چقدر مناسبی، متناسب که چیز دیگه است، چقدر تو مناسب اونجا. اتفاقا همین خیلی اتفاق نزدیکه، هفته پیش اینا یکی از دوستان واقعا خندم گرفت، بهش نامه همین لایدا که زدم ولی بهش توضیح دادن که آقا شما اوور کوالیفاید هستی برای این کار ما امیدوارم که ناراحت نکنی، ولی تو فراتر از چیزی هستی که ما میخوایم. حالا تو مثلا خودت شاتومات دادی و اینجوری هم اونجا داخل واقعا هم آدم خفنی بودش، تحصیل و بک‌گراند تحصیلی شاید خیلی خفن بود. پوزیشنی هم که براش اپلای کرد ریسرچ اند دیولپ R&D بود، اینکه خب شرکت خیلی خفن، حالا من نمیگم اسم نمیارم، ولی شرکت خیلی درست حسابی هم بود، ولی رد کردم و گفتن چون خیلی تو ماچی. ببین خلاصه داستان نگاه میکنن که اون موقعیت شغلی با چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه. حالا اون ممکنه به کاراکتر و شخصیتت ربط داشته باشه، ممکنه به بک‌گراند تحصیلی ربط داشته باشه، ممکنه به تواناییات ربط داشته باشه، ممکنه به سافت اسکیل ربط داشته باشه، ولی هر چی، ولی به هر حال نگاه میکنن چقدر متناسب، همین باز گفتم متناسب، چقدر مناسب اون کاری، این تنها معیاره. خب اینا رو چرا گفتم؟ باید ببینیم که تو هم باید همینجوری باشی، تو سطح خودتو میاری پایین اگه بخوای یه جوری نشون بدی که به هر قیمت این کارو میکنی، یا مثلا خیلی تابلو نشون بدی من خیلی به این کار علاقه‌مند شدم، این کار زایه است. این کارو تو هم باید یه جوری نشون بدی که انگار که من نمیگم بیاد از این کار دماغ فیل افتادی خیلی اینجوری، نه، مثلا در موضع برابر یه جوری نشون بده که انگار منم دنبال یه کار مناسبم، منم یه آدمم، منم یه سری سابقه ها دارم، منم یه سری تجربه ها دارم، منم یه تحصیلی دارم، به هر حال یه کارایی کردم و دنبال اینم که ببینم که موقعیت شغلی که هستش مناسب من هست یا نه. حال کردی آدم همینجوری یاد میگیره، بار سوم اصلاح شدم، مناسب من هست یا نه. و
اینو نشون بده، حتی اگر اینجوری نیست اینجوری نشون بده. این میشه نکته اول. نکته دوم میشه در ارتباط با اون قسمتی که باید خودت رو و رزومت رو قشنگ پرزنت بکنیم. حالا فارسی باشه، انگلیسی باشه، آلمانی باشه، هر زبانی باشه، باید بتونی خیلی خوب و روان و میدونیم فقط هم روان و بحث زبانی نیست. بعضی وقتا یه سری آدما استوری تلر خوبی هستن، داستانگوی خوبی هستن و آره با یک فلو خوبی، با یک جریان خوبی، با یک داستان قشنگی بک‌گراندت رو بتونی تعریف بکنی و توضیح بدی. طبیعتاً باید قبلش تمرین بکنی براش. اما من اونجا توی اینستام گفتم در طول این 5 تا مصاحبه کاری اصلا نشد که از من خیلی کم راجع به گذشتم پرسیدن، اصلا سوالی نمیپرسیدن. شاید مثلا یه گوشه خاصی که براشون یه اونم دنبال یه نکته خاصی بودن، دنبال مثلا اینکه من چی کار کردم، من سابقم چی، اصلا نبودن. من حتی گفتم تو مصاحبه سوم شروع کردم، چون یه ذره بهم برخورد، من خیلی وقت گذاشته بودم برای اینکه مثلا راجع به خودم بتونم مفصل صحبت کنم، بعد هیچ کی ازم نمیپرسید. تو مصاحبه سوم گذاشت من خودم مثلا باید برام تعریف بکنم، بگم چیکارا کردم چیکارا نکردم و همین کارم کردم. تو مصاحبه سوم سرخود شروع کردم، یعنی سوالی که پرسید و اینجوری فرمون رو کش کردم، رفتم یه ور دیگه و شروع کردم به بک‌گراند خودم حرف زدن راجع بهش و طرف دماغ من سوزوند، گفتم میدونم و قشنگ اینجوری اون لبنزلاف من که یعنی همون سی وی من رو که عکسم همون بالا بود آورد نشون داد، گفت من خوندم اینو رو و حس بدی هم داشت اون لحظه. ولی اونجا من گفت چه چیز ساده ای اصلا به ذهن من نرسید. خب اینا میخونن، مطالعه میکنن و گذشته ما رو میدونن. خلاصه داستان به این نکته میخوام برسم که به هر حال شما محکومین به این که بک‌گراندتون رو تمرین بکنیم، چه بعد زبانیه، مثلا زبان خارج است یا نه اصلا به فارسی هم میخوایم بگیم، بالاخره بتونین خیلی خوب خودتون رو و گذشته‌تون رو و سابقه‌های کاریتون رو پرزنت بکنین. این خیلی موضوع مهمیه و با تمرین بهش میرسین. حتی اگر شما به اندازه 100 واحد میان تمرین میکنین، مثلا 100 ساعت وقت میذارین، اندازه نیم ساعت از اون 100 ساعت شما نیاز بشه، یعنی اون وسط یه گوشه، چون ما نمیدونیم کجا رو میخوام بپرسن، مشکلی میخوام بکنن یا مثلا یه قسمتی که با اون کار از غذای هماهنگی داره و اونا دنبالشن یا هرچی، ما اصلا اطلاعی نداریم، محکومیم به این که کل تاریخ کاریمون رو بتونیم خوب پرزنت بکنیم و تمرین بکنیم براش. اوکی، خواستم بهتون بگم پیشاپیش این اتفاق خواهد افتاد، خیلی کم میپرسن چون سی وی تون رو دارن، چون رزومتون رو دارن خوندن و مصاحبه یه جورایی مربوط به گذشته نیست، مربوط از الان به بعد آینده است. ولی با همه این حرفا کسی میتونه خیلی خوب از پس مصاحبه بر بیاد که خیلی خوب بتونه خودش رو پرزنت بکنه و به هر حال این بخش با اینکه کوچیک هستش توی اکثر مصاحبه هستش. و یه چیز دیگه هم بهتون بگم و اونم اینه که اگر احیانا شرایط خیلی بعیده، ولی اگه شرایط پیش اومد که یه کسی خواست که تو گذشته تو تعریف بکنی، خیلی اون نوک قله ها رو بگو، نه موفقیتات منظورم نیست، خیلی اون قسمت‌های برجسته رو بگو، چیزای کلی بگو، یه مقدار داستان رو از دور تعریف کن، کلی تر، خیلی وارد جزئیات نشو. همین. مورد سوم این که شرکتی که قراره باش مصاحبه داشته باشی خیلی خوب با در ارتباط با هم اون موقعیت شغلی و هم اون شرکت، کمپانی، مجموعه، حالا هر چی که هست تحقیق بکنی. راحت ترین کار و راحت ترین روش هم وبسایتشونه. من خودم مثلا یکی از چالشایی که داشتم اینقدر که حجم زیادی اپلای کرده، این 5 تایی که برام اومده مثلا نمی‌دونم کدوم بود، یعنی مثلا فکر کن 250 تا اپلای کردی و 5 تاشون مثلا جواب دادن، من نمی‌دونم کدوم بود. بعد من حالا اینم تو پرانتز بگم، شاید یه سریا که بچه‌ای که آلمان هستن فکر کنم بگن 250 تا اپلای کردی فقط 5 تا دعوت به مصاحبه شد، چه خبر اینا. اولندش که به کیس خودم بستگی داشت، اینکه زمانش خیلی زمان خوبی نبود برای اپلای کردن و کار گرفتن، چون یک بخشی از سال بهتره. نکته دوم این که اون یه بخشی از آلمان و اون سیستم کاریابی آلمان الکی و سرکاریه، حالا نمیدونم جنبه‌های مالیاتی داره یا یه سری سهمیه دارن شرکت‌ها ملزم به انجام این کار هستن یا هرچی، ولی به هر حال خیلی از این آگهی‌ها فیک اینجوری. مورد سوم این که من در حوزه‌ای که اصلا سابقه کاری خودم نبود، من چون تحصیلاتم مربوط به مهندسی بود ولی دوست داشتم در حوزه‌های مربوط به فروش و مارکتینگ و اینا چیز بکنم که خب طبیعتاً اینم خیلی باعث شد که رد بشه. و نکته دیگه که از همه مهمترین که من خیلی آدم جزئی چون نیستم، خیلی مثلا حوصله نداشتم که برای هر کدوم یه انگیزه‌نامه جدا بنویسم و هی شخصی سازی بکنم، که ولو این که خیلی وقتا کار درست همینه،
و خیلی کلی‌تر اپلای کردم. یعنی یه بار نشستم یه ذره کلی‌تر نوشتم و برای همه فله‌ای اپلای کردم. راستش همچنان برگردم به عقب همین کار میکنم، چون پروسه رو برای من ساده‌تر میکنه و اینکه اصلا از انجام کارها به این شکل بیشتر لذت میبرم. ولی به هر حال تحقیق کردن در ارتباط با اون شرکت خیلی بخش مهمیه، چون هر شرکتی، هر مجموعه یه سری چیزا براشون مهمه. الان مورد بعدی که میخوام بگم حتی به این موضوع ربط داره، به حتی موارد دیگه هم الان فکر می‌کنم مرتبطه. یه ماده خامی که شما با داشته باشینش، از نظر حس و حال، وایبی که دارن، چه چیزایی براشون مهمه و طبیعتاً وقتی اون چیزا رو بلد باشی در ارتباط با اون مجموعه و بدونی که اونها چجوری هستن، میتونی قسمت‌هایی که مربوط به سابقه کاری تو هستش یا به هر توانایی در این حوزه داری اونها رو یه ذره بولدش بکنی، پررنگش بکنی و بزنی تو صورتشون. نکته چهارم، لباس رسمی بپوش. رسمی پوشیدن خیلی تاثیر مثبت داره تو مصاحبه کاری. درجه رسمی پوشیدن، بر همین به مورد قبلی گفتم ربط داره، درجه رسمی پوشیدن بستگی داره به اون مجموعه. طبعا وقتی که تحقیق بکنی اون شرکت و دو مجموعه رو بشناسی میدونی که چقدر میشه رسمی پوش. ولی من نکنم کلا یه توصیه کلی اصلا خارج از مصاحبه کاری. من ممکنه برای شما سوال بشه که من الان چرا مثلا لباس رسمی پوشیدم اینجا تو خونه خودم الان اینجا و چرا مثلا لباس رسمی پوشیدم اینا. من خودم عادت دارم و همیشه لباس رسمی پوشم و یه الگویی دارم، خیلی الگوی خوبه، خیلی تقلب خفنیه، اینجوری میتونم در گوشی بهتون بگم و اونم که یه پله، همیشه یه پله از بقیه رسمی تر بپوش. یه پله، نه خیلی، یه پله. مثلا همه تیشرت میپوشن، تو پولو شرت بپوش. همه تیشرت میپوشن، تو نباید کراوات بزنی. ولی در یه جایی داری با دوستات میری بیرون، من که این کار میکنم، میگم همه تیشرت و شلوارک، هم مثلا اینجا من پولو شرت و شلوارک میپوشم، یه پله رسمی تر. یا مثلا همه رفتیم یه جایی، مثلا قرار یه کافه‌ای بریم، پولو شرت پوشیدن همه، مثلا فرضاً همه پولو شرت، من یه پیرهن میپوشم، یه پیرهن، حالا نه خیلی رسمی و سفید و اینا، ولی یه پیرهن میپوشم. همه پیرهن پوشیدن، من کتم میپوشم. همه کت شلواری هم، من کت شلوار میپوشم با کراوات. میدونی همیشه یه پله بالاتر، چون رسمی پوشیدن خیلی تو رو باعث میشه که آدم ثابت کنم، باعث میشه که یه مقدار ادب بیشتری رو رعایت بکنم و یه مقدار اصلا کلا آدما حساب میبرن دیگه. نمیدونم اینجوریه، خیلی هم هرچی بیشتر توضیح بدم بیشتر خرابش میکنم، ولی حواستون به یه پله باشه. پس شرکتت رو تشخیص میدی که وایبش چیه، چقدر فرمله، چقدر رسمیه، چقدر اینفورمله، چقدر غیر رسمیه و اون درجه رو میگیری. یه پله کوچیک مثل همین مثالی که زدم، رسمی تر از اون فضا میپوشیم. من مثلا تو بانک اشپارکاسه که اونجا قبولم شدم اتفاقا، توی اون چند نفری که با من مصاحبه، من از همه‌شون لباسم رسمی تر. خب میدونستم بانکه، من اینجا توی همین دانشگاهمون یه قسمت بهاتون سنتروم داریم، یه حالا چی میشه مثلا مرکز مشاوره که مربوط به همین سی وی و کاریابی و اینا هستش، بخصوص برای بچهای اینترنشنال کمک میکنن که شغل پیدا کنن. اونجا رفته بودن صحبت کردن، گفته بود که رسمی بپوش، خود مرده بهم گفته بود و بعد نگاه که گفت البته شما به نظر میاد که همیشه رسمی بپوشید. من رو خیلی اینجوری زی خطاب میکرد، خیلی زیدسن میکرد، ولی آره گفتش که شما رسمی بپوشید، ولی گفت تاکید میکرد و گفتش که بانک میری کراوات بزن. این جملهش یادمه و چون من گفته بودم یکی از شغلایی که دوست دارم پیدا کنم بانک. حالا بعد من نرفتم و پشیمون شدم و آخرام شغلمو عوض کردم و اومدم تو این شغلی که الان هستم. علاقه‌ای به بانک نداشتم، ولی به هر حال حرفش یادم مونده و جالبه من تو روز مصاحبه هیچ کراوات نزده بود، فقط من کراوات داشتم ولی حس خوبی داشت. قشنگ با نهایت احترام، آلمانی‌ها که دید چقدر با احترام صحبت می‌کنه دیگه، خیلی تو ماچ با احترام شد و خیلی حال کرد. من همونجا فهمیدم که قبول شدم. حقوقم هم راستش سقف حقوقی بودش که به یه دانشجو تو کار دانشجو میدادن. حقوقم دیگه ماکسیموم مقدار ممکن بود، فکر نکنم از بیشتر از اون مجاز باشه یا جایی بدن و آره اون کار رو قبول کرد. حالا نمیگم چون رسمی پوشیدم، طبیعتا این نیست علتش، ولی تاثیر مثبت داره. آره یادتون باشه یه پله. مورد پنجم این که از شرکت یا مجموعه قبلی که پیششون کار میکردی یا اصلا کلا از شغل قبلی بد نگو. این کار خیلی غیر حرفه‌ایه. علتش هم اینه که ناکن آدما دوست ندارن که چیزهایی رو که احتمال میدن برای خودشون پیش بیاد تو طرف مقابلشون ببینن. مثلا ناکن تو بیا شروع بکنی به فاش کردن راز یکی از دوستات پیش یه دوست دیگه. خب اون دوست دیگه عقل تو کلش باشه میگه خب این داره تمام چیزای خصوصی اونو میگه، احتمالاً هر چیزی هم که من بهش بگم چیزای خصوصی منم همینجوری خیلی امن نیست دیگه، هر چقدر بگی تو فرق میکنی فلانه، چجوری میخوای به طرف اعتماد بکنی؟
واسه همین اونا چون خوششون نمیاد اتفاق بیفته دوست هم ندارن این چیزا رو از تو بشنون. نکته اول. دلیل دومی که اصلا توی با این کار خودت خراب میکنی. تو بیای بگی که من کارم بد بود، سابقه‌ام هم طبیعتاً بد بوده، یا مثلا در یه اصلا چه دلیلی تو راجع به گذشته بد بگی؟ مثلا میگی من ماشینم آشغال بود، خونم آشغال بود، شغلم آشغال بود، نمیدونم درآمدم آشغال بود، زندگیم آشغال بود. خب میگن خب خودت هم آشغال بودی دیگه احتمالاً. ببخشید اینجوری میگم. هم از اینکه بد گفتن از گذشته دودش میره تو چش خودت. حالا کاری که باید انجام بدی اینه که به روش استار که گفتن خیلی روش معروفیه، STAR، یعنی Situation Task Action Result. یعنی میگی که منظور که با این الگو توضیح میدی، با این 4 مرحله، و فارغ از این که خوب بود یا بد بود، اصلا کی از تو میخواد بپرسه که خوب بوده یا بد بوده؟ اگرم پرسیدن تو دامش نیافت. مهم اینه که تعریف بکنی چی کار میکردی، چی یاد گرفتی و چی شد. بر همین این 4 مرحله میگم. این سیچویشن، تو چه شرایطی بودی، تاسک یعنی چه تاسک هایی رو، چه وظایفی رو، چه کارهایی رو بر عهده داشتی، و بعد اکشن چی کارا حالا کردی، و از هم مهمتر چه ریزالتی داشت، چه نتیجه‌ای داشت. چون این پروسه هستش که منتج به یادگیری و تجربه میشه. آره خلاصه داستان که تجربه به جای اینکه بخوای بگی خوب بوده بد بوده و اینا، یا چه حسی داشتی، بیشتر باید بگی که چی کارا کردی و چیا یاد گرفتی توی گذشته. مورد ششم که خب مورد خیلی رایجه، این که سوالات رایج مصاحبه ها رو بخون و تمرین کن و مسلط باش. سوالای رایج چیه؟ مثلا این که خودت در 5 سال آینده کجا میبینی، یا سوالی که از من فکر کنم تو هر 5 تا مصاحبه پرسیدن که چرا این پوزیشن کاری انتخاب کردی، چرا این، و بعضی میپرسن چرا مثلا اینجا رو انتخاب کردی. ولی یه سری نپرسیدن چرا ما، ولی همه پرسیدن که چرا این شغل رو انتخاب کردی. مثلا حالا با ادبیات‌های مختلف، مثلا چی باعث میشه که شما فکر بکنی که مناسب این پوزیشن کاری هستی. خیلی سوال جالبیه. و امثال اینجور سوالایی که من باز میگم یه ویدیو میسازم، این موضوع نمیخوام زیاد روش بمونم چون قراره یه ویدیو دیگه راجع به تک تک سوالای رایج و نحوه پاسخ بهشون قراره صحبت بکنم. فقط صرفا دارم میگم که بدون این تمرین کردن حداقل 10-15 تا از این سوالای رایج که از این 2 تا از اینا همیشه میاد، بدون تمرین کردنش نباید بری سر جلسه مصاحبه. مورد هفتم که بحث اعتماد و اینا هستش و گذشته آینده، اینه که کلاً در مصاحبه کاری نگاه‌ها حول آینده میچرخه که تو مثلا در آینده به چه، همین گفتم مثلا یکی از سوال رایجه که خود در 5 سال آینده کجا، کلا بحث آینده است که تو اینجا چی کار میکنی. حتی اگه بخوام گولت هم بزنن، حرفای الکی بزنن که اینجا خیلی خوبه و اینا، چون دیدیم برای منم پیش اومده، مثلا اینجوری میگن که اینجا میتونی خیلی پیشرفت بکنی. الان من همین شرکتی که اینجا توش استخدام شدم و هنوزم کار میکنم، با خود رئیسم به من گفتش که that's a foot on the door، یعنی یه پالای دره، یه الگویی که منظور یه مسیر رو برای شروعه. خیلی نمیدونم چه فاز اینجوری داشتش که میخواست من رو مثلا جذب بکنه یا حالا هر چی، چون شغل من با اینکه حقوقش خیلی خوبه، با اینکه به شدت راحته و خیلی از همین بچهای همین آلمانی‌ها هم بچهای دانشگاه آرزوی همچین شغلی رو دارن. حالا اگه برات سوالی که چی شده که این شغل رو به من دادن، جلوتر ازش صحبت می‌کنم، ولی با وجود همه اینا شغل من خیلی خسته کننده است. یعنی یه کار انقدر راحته خسته کننده است. و من بهش گفته بودم که من دوست دارم چیزی باشه که یاد بگیرم، تجربه باحال باشه، به پیچیدگی علاقه دارم و اینا، و گفتش که نمیخوام ناامیدت کنم، اینجوری نیست، ولی اینجوری در آینده میشه و به رولای بهتری و مهمتری رو میدم، ولی این یه دونه پالای دره و نقطه برای شروع، دوست داریم که اینجا کار بکنی و بقیه حرفا. همین مثالی که زدم، همینجوری که تلاش میکنن که اگر بخوان گولت بزنن یا حرف بزنن نسبت به آینده است، اونا هم نگاهشون اینه که تو در آینده چیه داستانه. خیلی از این کارهای دانشجویی، یعنی خود اون کسایی که این پوزیشن ها رو مثلا جاب رو آفر میدن و تو رو قبول میکنن برای شغل، تو ذهنشون میچرخه که بعدها یک نیروی کار خیلی جدی و محکم که بتونن روش حساب بکنن پرورش بدن. در واقع کلا نگاه توی شغل پیدا کردن به آینده است، نه گذشته. پس خودت هم میخوام بگم با این ذهنیت برو سر جلسه. یعنی به جای اینکه خیلی توضیح بده هی راجع به گذشته حرفا، بیشتر سعی کن راجع به اینکه چه اتفاقاتی میتونه بیفته، چی کارا میتونی بکنی، چه
بیشتر راجع به آینده صحبت کنم تا گذشته. حالا اینجا 2 تا نکته هستش که میخوام اضافه بکنم. نکته اول این که همین که شما دعوت به مصاحبه شدی یعنی بخش گذشته پاس شده، یعنی رزومت که گذشته‌ت بوده رو نگاه کردن و اوکی دادن، الان نگاه میکنن از این به بعد. این نکته اول، یعنی دلیل برای اینکه دارم میگم که ذهنیتت رو تغییر بدی و آینده محور کنی. نکته دوم که بازم دلیل دوم، حالا به عنوان دانش کلی بدونیم بد نیست، این که اعتماد و بی‌اعتمادی 2 تا منشأ متفاوت داره. مثلا کن این اعتماد و بی‌اعتمادی اصلا یک چیز نیستن. فکر کنی اعتماد یعنی مثبت اون چیز، بی‌اعتمادی یعنی نبود اون چیز. نه، اینجوری نیست. اعتماد و بی‌اعتمادی خاستگاه‌های متفاوتی دارن. مثل ایکسی میمونه که اون یکی ایگرگ و ایکس و ایگرگ به مختصات دو بعدی میسازن، مستقل از هم دیگن. منظورم که ایکس و منفی ایکس نیستن، ایکس و ایگرگن، 2 تا متغیر مجزا. مثال میزنم برای شما برای اینکه قانعتون کنم. مثلا یه نفر داره تو خیابون میره، خب دستشو میگیریم نگهش میداریم، میگیم فلانی تو به این آقا اعتماد داری؟ میگی نه والله من که آقا نمیشناسم. بعد میگی که یعنی به این آقا بی‌اعتمادی؟ میگی چه ربطی داشت؟ نه من کی گفتم بی‌اعتمادم. نکن اعتماد و بی‌اعتمادی به هم ربط ندارن. یعنی شما به یه آدم بی‌اعتماد میشی که اون شخص در گذشته کارهای مثلا حالا منفی انجام داده، خرابکاری کرده باشه، هرچی، به اون شخص بی‌اعتماد میشی. پس بی‌اعتمادی از رزومه و گذشته میاد، اما اعتماد از نگاه به آینده میاد. من یه مثال خیلی خوب دارم تو خانواده‌ام. حالا مثلا آدمی هستش که خیلی خرابکاری کرده، حالا چون ویدیو رو ببینه من نه اسم میارم نه توضیح اضافه میدم، ولی مثلا گند زده اساسی. باز هم اون یکی شخص اعضای خانواده خیلی بهش کمک میکنه، هواشو داره، چون با این که بهش بی‌اعتماده ولی به شدت بهش اعتماد داره. با اینکه گذشتهش خیلی معذرت میخوام ریدمانه، ولی همچنان به آیندهش امیدواره و اعتماد از نگاه به آینده میاد. اونا کاری به بی‌اعتمادی ندارن. کسی که با تو مصاحبه میکنن اونا ذهنشون حول اعتماد میچرخه، نگاه میکنن که آیا تو آدمی هستی که بتونن بهت اعتماد بکنن یا نه. من دارم به شکل منطقی باهات صحبت میکنم و میگم که برای اینکه اعتمادشون رو کسب بکنی با آیندت باید اعتمادشون رو کسب بکنی، نه با گذشته اصلا منتج به چیز دیگه میشه. حله؟ پس ذهنیتت از این بعد تو مصاحبه همش حول آینده باشه. نکته 8 که مربوط به عزیزانی هستش که به زبان خارجی مثل انگلیسی یا آلمانی که حالا خودم داشتم مصاحبه دارن، اینو میخوام بگم که آقا زبان خیلی کمتر از چیزی که فکرشو میکنی اهمیت داره. بله که زبان مهمه، دیدی که مهمترین توصیه قبل از مهاجرت همیشه زبانه. اصلا هر کشوری که داری میرین فقط زبانش غیر فارسی باشه، شما محکومی به اینکه تا میتونی اون زبان رو داشته فکر کنم کجا میشه رفت که فارسی فلان اینا. آره شما محکومین به این که زبانو خیلی 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 ببرین بالا. میدونین که به سقف توانایی‌های زبانیتون پیشرفت میکنین، یعنی سطح زبانتون اینجا باشه، این براتون یه محدودیت میسازه و دیگه نمیتونین بالاتر از اون. اینا حرفای بدیهی اینا، ولی اوکی. حالا سر جلسه مصاحبه دیگه وقتی این حرفا نیستش، دیگه اصلا وقت این حرفا نیستش. اونا به این نگاه میکنن که حرفتو میتونن بفهمن یا نه. من داشتم یه چیز نگاه میکردم توی اینستا اومده بود که یه آقای هندی با یه لهجه بسیار شدیدی داشت برای ترامپ صحبت میکرد. ترامپ مثلا اینجوری بود که من نمیفهمم مثلا چی میگی، مثلا یه کلمه نمیفهمم، لهجه خیلی شدیدی داره اینا. بعد یه تدوین کرده بودن یه چیز دیگه گذاشتن که بعدش حالا ترامپ یه مترجم گرفته و اینا. ولی خیلی جالبه قیافه ترامپ این چجوریه. ترامپ دقیقاً قیافه شبیه آدمیه که میخواد ببینه طرف چی داره میگه. همین. من نمیدونم، ما تو فاز مسخره کردن همدیگه زیاد خب خیلی بودیم. ما هموطنای عزیز رو میگم، فارسی زبون‌ها و ایرانیای خب هموطنامو دارم میگم. نمیدونم داستان چیه. من خودم حتی خیلی این کار کردم. مثلا میایم لهجه منو خیلی مسخره میکنن، تو لهجه گیلانی داری تو اینجوری حرف میزنی و از این چیزا. اینجا همچین فازی وجود نداره ضمن این موضوع. بعد از اون مهمترم این که کسی که گفتم تو مصاحبه کاری فقط به این فکر میکنه که تو چقدر به دردش میخوره. ببین انگار که اون فقط منافع خودش رو نگاه میکنه، اصلا به این فکر نمیکنه که تو رنگ پوست چیه اینا. خب به هر حال ممکنه وسط چون یه آدم نجات پرستم حالا بخوره به پست، خیلی احتمالش پایینه. خیلی حالا مثلا راجع به آلمان صحبت بکنم، مثلا برای من توی این 7 ماه اصلا هیچ یک موردم پیش نیومده. ولی مثلا حالا فرض بگیریم مثلا شاید هم چیزی بشه، در حالت کلی موضوع که هست اینه که نگاه میکنن تو به دردشون میخوری یا نه.
من توی تا حالا چیز خود تا اینجا صحبت کردم میرم بگم یه تقلبی رو همیشه داشتم، همیشه به بچه‌هام گفتم که شما این کارو بکنید. من همون اول میگم که ich weiß dass mein Deutsch nicht so perfekt ist. میگم من میدونم که آلمانی من خیلی خوب نیست. بعد مثلا اما بقیه‌اش رو توضیح میدم. به همه میگم doch du sprichst fließend Deutsch، مثلا چرا مثلا تو خیلی خوب آلمانی صحبت می‌کنی. همه مثلا ببین اگه تو خوب صحبت نکنی، انگار که من از اول گفتم خوب صحبت نمی‌کنم. اگه خوب صحبت بکنی میگن که مثلا انگار که خودتو لوس کردی، مثلا میگن که نه بابا تو که خیلی خوب صحبت می‌کنی. و حالا مثلا راجع به بچه‌ای که تو آلمان هم هستن اینو بهتون بگم که آلمانی خودشون میدونن زبانشون چقدر سخته. خود آلمانی‌ها با زبان آلمانی مشکل دارن و انقدر اینجا مهاجرای هستن که مثلا 10 سال 20 سال اینجا زندگی میکنن، یک کلمه نمیتونن صحبت کنن و فقط نهایتا میگن میت کات بیته. این موضوع باعث شده که ما که با یه سطح B2 اینا مثلا میریم خیلی از نظرشون خوب باشه. پس به زبان انقدر فکر نکن، خیلی کمتر از چیزی که فکر میکنی اهمیت داره و وقتی هم چیزی رو نمیفهمی ازشون بخواه که دوباره برای توضیح بدن. متنفرن از این که الکی اینجوری یا بگی، خیلی بدشون میاد. من خودم اگه کارفرما باشم من بدن من انم میگیره یکی از این کارو بگه. خیلی معذرت میخوام، ببخشید من چرا باز دوباره بیادب شدم، ببخشید. با تلاش کنم اینجوری نباشم، ولی به هر حال اصلا این موضوع خیلی آزاردهنده است که اگه که تو یه چیزی رو نفهمی الکی فاز این در بیاری که من میفهمم چی میخوای ثابت بکنی. من دارم میگم زبان اصلا اهمیت نداره. اون چیزی که براشون مهمه وقتی چیزی رو نمیفهمی میخوان میگی دوباره توضیح بده، خیلی براش حس اهمیت میده، انگار که تو به تمام جزئیات اهمیت تو میخوای همه چیز رو بدونی. ببین با این چیزا خیلی حال میکنن. پس اگه به زبان خارجه هست اون محتوا مهمتره. به هر شکلی شده منظورتو برسون و به هر شکلی شده سعی کن که منظورشون رو بفهمی. مورد نهم، لیست سوال بساز. ببین آخر همه مصاحبه‌ها وقتی که سوالاشون رو پرسیدن میگن که آیا شما از ما سوالی داری؟ اون موقع اگه سوال نپرسی واقعا باخت دادی. من این جمله رو گفتم دوباره دارم تکرار میکنم، واقعا باخت دادی. یعنی شما باید حتما جوری نشون بدی که انگار تو هم برات مهمه، یعنی تو هم مسائل خودت داری، تو هم فاکتورهای خودت داری، تو اهمیت میدی، تو راجع به شرکت، کار، راجع به همه اینا سوال داری، راجع به اینکه چقدر با خودت جوره. مورد اولی که گفتم چی بود که مثلا نشون ندی که خیلی میخوام به هر قیمتی این کارو بگیری. نه، یکی از راهاش اینه که سوال بپرسی، تو هم سوال بپرسی. من تو مصاحبه ها اینجوری بودن که مثلا اگه سوالات شما تموم شده ما هم اجازه بده ما هم سوال بپرسیم. یکی از اون آدم‌ها که اون ریجکت شدم به من همین رو گفتش که اگر که سوالاتون تموم شد من همچنان سوالی مصاحبه کننده من انقدر سوال پرسیده بودم چیزا رو گرفته بودم دستم. ولی به هر حال باید این کارو بکنی، باید تا میتونی سوال بپرسی. خیلی سوالایی هم که میتونی بپرسی، بعد چت جی پی تی میتونی گوگل میتونی بکنی، سوالای رایج هستش. مثلا اینکه یه کار عادی یه صبح تا شب چجوریه، یعنی چه اتفاقی میفته. دیگه اینکه راجع به اهداف شرکت رو بگو. من به طرف گفته بودم که چرا شما این اسم رو انتخاب کردین؟ اسمشون میگه چی بود؟ اسمشون مثلا خب از یه چیزی هم که اسم اصلی نگم، به زبان آلمانی بود، من فارسیشو میگم. ترجمهش این میشه سرمایه گذاران حرفه‌ای مثلا. همچین چیزی. من گفتم مثلا این میمونه که اپل مثلا اسم مجموعه‌اش رو بذاره گوشی ساز و کامپیوتر ساز درجه 1 مثلا، این همچین چیزی. یارو میذاره بهش برخورد و اینجوری مثلا گفتم چرا این اسم انتخاب کردی؟ مثلا اینجوری زره فکر کرد، قشنگ یه چند لحظه فکر کرد، گفت چون من اسمو دوست داشتیم، ما یه روز دور هم بودیم و مثلا این اسم رو انتخاب کردیم و اینا. بعد من شرکتم خوشم نیومد و آخرم یعنی فازم اینجوری بودش که اوکی دیگه حالا حل دیگه خداحافظ، مثلا خیلی چیز نکردم. شرکتم جالب نبود و حقوق خوبی داشت ولی در کل خیلی جالب نبود و این دوتای دیگه بیشتر چشم گرفت، همینایی که قبول شدم اینا. و خلاصه داستان که شما به هر حال با سوالاتتون رو بپرسین، سوالای معقولی هم بپرسین، نه این چرت و پرتی که من پرسیدم. من میگم اون اصلا دلم نمیخواست اونجا برم و دوست داشتم یه ذره طرفو مثلا قلقلک بدم و چیزایی که واقعا تو دلم بود رو بگم. حتی مثلا اون چه شرکت سرمایه‌گذاری بود ازش پرسیدن که به نظر ترامپ اومده چه اتفاقی میفته، پیش بینی شما چیه؟ بعد طرف مثلا یه کسی تو مصاحبه مثلا ازش همین سوالم نمیگم سوال خوبی، سوال احمقانه بود ولی واقعا دوست داشتم ازش بپرسم. من هم سوالام پرسیدم. ولی سوالی که شما بود بپرسید میتونین نوت بردارین. ببین من یه چیز دیگه الان بهتون بگم، من نوت که برمی داشتم به طرفم نشون میدادم که من نوت برداشتم.
مثلا میگه که از من پرسه که آیا شما سوالی دارین، بعد من مثلا یک کاغذی رو در بیارم اینجوری باز بکنم میگم یا مثلا من سری سوالا دارم و اینا، و بعد شروع کنم تک تک سوالاشون رو از همین سوالی که نوشتم ازشون بپرسم و زمانی که جواب میدم من نوت برمی‌داشتم. بعضی جاش الکی بود، خب خودم فکر کرده بودم اینجوری، یعنی مثلا جوابی که میدادم من الکی که هم دارم جوابتو مینویسم اینا که بعد میخوام برم مثلا فکر بکنم ببینم که به درد من میخوره یا نه. این فاز اینجوری داشتم. خلاصه داستان نوت برداشتن هم خوبه، نه نوت برداشتن اینجوری که میخواین صحبت بکنین دارین حرف میزنین مثلا به خصوص به زبان خارجی هستش انگار دارین تقلب میکنین، نه نوت اینجوری که انگار اطلاعات راجع به شرکت مقابل تو داری مینویسی و بعد ببین به رو طرف مقابل به شدت فشار میاره. این اصلا یکی از اصولای مذاکره‌ایه، خیلی تاثیرگذاره. این ماجرای مفصل خودش ویدیوی جدا میخواد. یعنی مثلا تو بشینی جلوی من تو حرف بزنی، من حرفاتو نوت بنویسم، ببین اصلا تو یه جوری میشی، اصلا چیزایی مثلا خودت جمع جور میکنی که اوه این داره مثلا حرفای منو مینویسه. مثلا این چی میگم، فارغ از این که موضوع تاثیرگذاره و خیلی طوری با دیسیپلین و با جدیت نشون میده که خیلی قاطع هستی و یا مثلا همینجوری از سر راه نیومدی میخوای بشینی بررسی بکنی، خارج از همه این حرفا کلا یه فشار میاره روی طرف مقابل. مثل این که مثلا آدم عینکی داره مثلا طرفو نگاه میکنه، حرف طرفو گوش میده، یا آدم عینکی و وسط صحبت یهو عینکشو برمی‌داره و بعد تو رو نگاه میکنه. اینم از اون کارهایی که روی طرف مقابلت فشار میاره. نوت برداشتن هم همینجوریه. نوت بردارین، به نظر من نوت یعنی بنویسین و به روی طرف بیارین که من مثلا دارم حرفای تو رو که سوالایی که پرسیدم پاسخاش رو دارم مینویسم. به نظر من یه روش خیلی خوبی هستش و اثرگذاره. مورد دهمی هم که یعنی آخرین موردی که اونجا توی اینستا گفته بودم و اینا بازم میگم، ریشه در یک خاطره من داره توی اولین مصاحبه‌ام. توی اولین مصاحبه‌ای که من رفته بودم خب خیلی جای خیلی خوشگل، یک شورومی بودش توی فرانکفورت و حالا فکر کنم من اجازه ندارم راجع به این چیزا صحبت بکنم ولی در همین حد بگم یه دستگاه خیلی خفنی بودش که اونجا یک شوروم بودش و خیلی یه جوری بودش که آدمای خیلی لاکچری و پولدار و مثلا خیلی خفن میادن، چون کالایی که داشتیم مثلا مربوط به استخر و اینجور چیزا بود و احتمالاً کسایی که حالا خونه‌های خوب دارن، کسی که استخر داره مثلا، حالا خلاص بگذاریم اطلاعات بیشتر از این نمیدونم. ولی تو اونجا که رفتم که خیلی خوشگل بود و اینا، خیلی یه ذره مثلا هول شدم. و اولین مصاحبه من بود تو کشور آلمان، 2 ماه هم بود رسیده بودم آلمان. کلا یه ذره فضا استرسی شد و اونا خیلی با لباسای رسمی اونا نشستن جلو، 2 تا خانم بودن و یه دونه آقا. بعد اولین چیزی که به من گفتن، حالا ضمن اینکه خیلی مهربون بودن، خوش آمد گفتن و اینا، من هم اول گفتم که من آلمانی خوب نیستم، تقلبی که گفتم، و گفتن که چی میخوری، قهوه چی میل داری، قهوه چجوری باشه اینا. من گفتم من قهوه نمیخورم. من نمیدونم چرا گفتم من قهوه نمیخورم. این چه حرف مسخره‌ای بود، واقعا نمیدونم چه حرفی. بعد اینا مثلا اینجوری تعجب کردن که واقعا مثلا چرا چای میخوری مثلا. گفتم نه مرسی من هیچی نمیخورم. از روی استرس، خجالت، تعارف، حالا هر چی میدونی که مثلا آلمانی‌ها که تعارف ندارن. بعد قسمت غم انگیز ماجرا این بود که نگاه کردم که یه دستگاه اسپرسو ساز خیلی گنده مثلا از این استیلوهای خوشگل و قهوه هم قشنگ بوش بلند شد و این خیلی خوشگل بود و اینا هر 3 نفر نشستن، یکی با شیر یکی با شکر. این دم دستگاهی که داشتن خیلی باحال بود و من بیچاره اینجوری نشسته بودم اونجا و هیچی نمیخورم، همش هم خود کرده را تدبیر نیست و هیچی. آره به شدت دلم قهوه میخواست اون موقع و من از کلا اهل قهوه هستم. واقعا نمیدونم چرا گفتم نه و توصیه میکنم که هر چیزی که به شما تعارف کردن با سر بگین آره. ضمن اینکه حس بهتری دریافت میکنین، یه نکته که اصلا که یه تجربه مشترکه، مثل اینه که با 2 تا آدم بشین، مثل اینه که واقعا با 2 تا آدم میشینی قهوه میخوری. مگه کم چیزیه مثلا با یه آدم بری پشت میز بشینین و حرف بزنین قهوه بخورین؟ نه، یه تجربه مشترکه و حس خوبی داره و باعث نزدیکی میشه. خلاصه داستان نه نگین، حتی اگر دوست نداشتین حداقلش بگین آب میخورم. من اینجا تو این کشورها میدونم که رایج اینجوریه و بارها دیدم که مثلا میگه چی میتونم براتون بیارم، حتی مثلا آب یکی از گزینه‌ای رایج، یعنی کسی که نه چای بخواد بخوره نه قهوه اینا اونجور نوشیدنی بخواد بخوره و اینا، آب میگه میخواد. یعنی حداقل یک چیزی باید باشه و اون تجربه مشترکه اثر مثبتی داره. بسیار عالی. این بود از 10 نکته. حالا نمیدونم چقدر طول کشید ولی بازم نکات دیگه هستش. اگر دوست داشتین میتونم پارت 2 هم از این ویدیو بسازم، چون 10 تا نکته دیگه هم بود. من اول توی اون چک نویسم که الان اینجا بهتون نشون میدم.
20 تا نکته نوشته بودم، بعد کردمش 10 تا، احساس کردم خیلی زیاده. اگه دوست داشتین برام کامنت بکنین، میتونم راجع به اون 10 تا نکته که با اولویت پایین‌تری داره هم صحبت بکنم. اونا هم نکات مهمی هستن، صرفا بس اینه که یه ذره بدیهی‌تر و شفاف‌ترن. آره مرسی که همراه بودین. نظر شما رو بنویسین در کامنت ها، لطفاً تجربیاتتون رو به اشتراک بذارین، بگین که شما تجربتون چجوری بود. من حالا اگه دوست داشته باشین راجع به این 5 تا مصاحبه بیشتر صحبت میکنم، ولی تو این ویدیو خواستم که این 10 تا نکته رو بگم. تجربیاتتون رو اینجا تو کامنت ها برای ما بنویسین، با هم دیگه میتونیم گپ بزنیم و شاید هم تونستیم به هموطن هامون و بقیه دوستان کمکی کرده باشیم. تا ویدیوی بعد، بدرود.